بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین. درس دوم از سلسله مباحث کلیات علم و حقوق رو شروع میکنیم. در این درس ابتداءً میپردازیم به بحث عوامل سازنده حقوق. چه عواملی در تشکیل قواعد حقوقی مؤثرند؟ اولین عامل اقتصادی است. اقتصاد رو به عنوان یک عامل مؤثر در تمامی مسائل مربوط به علوم انسانی نمیشه انکار کرد، هرچند که هدف نیست ولی وسیله خوبی است. متاسفانه افرادی مثل مارکس، لنین آمدن اقتصاد رو به عنوان هدف مطرح کردن، بعد مکتب مارکسیسم، لنینیسم و کمونیسم مطرح شد. مدتها انسان رو به بیراهه‌ای بردند که پس از 60-70 سال انسان متوجه شد سر از چه ناکجا آبادی در آورده. اما شکی نیست که یکی از عوامل سازنده حقوق مسئله اقتصاد. دوم از عوامل سازنده حقوق اخلاق و مذهب. هیچ تردیدی نیست که مذهب به عنوان یک هدیه بزرگ الهی در حقوق نقش بسیار بسیار مفید، مؤثر و موفقی داره، مشروط بر این که مذهب به خرافه تبدیل نشه. هر چیزی گرانبها و ارزشمندی فوری میان بدلشو درست میکنن. هیچ وقت نمیرن سنگ بدلی درست کنن، هیچ وقت نمیرن فضله بدلی درست کنن، ولی طلای تقلبی درست میکنن. چون طلا ارزشمنده، چون مذهب بسیار با ارزشه، فوراً میان مذاهب بدلی و تقلبی رو درست میکنن و به خورد مردم میدن. مذهب عامل بسیار مؤثر و سازنده است در حقوق، به شرط اینکه به خرافه تبدیل نشود. در حقوق ایران حقوق خصوصی اصلا از فقه امامیه گرفته شده. محتوای حقوق خصوصی ایران و حقوق جزای ایران فقه امامیه است. بسیار هم موفق توانسته عمل کنه، هیچ اشکالی هم نداره. سومین عامل سازنده حقوق آرمان‌های اجتماعی و سیاسی. سیاست بیشک و تردید میتونه در حقوق تأثیر بگذاره. یک مثال بسیار روشنش قبل از انقلاب قانون مجازات ایران از کشورهای اروپایی گرفته شده بود تحت عنوان قانون مجازات عمومی، ولی بعد از انقلاب سیاست در حقوق تأثیر گذاشت و قانون مجازات ایران تبدیل به قانون مجازات اسلامی شد. حدود، قصاص، دیات و تعزیرات که خواهیم گفت. بنابراین بیشک و تردید سیاست بر حقوق تأثیر گذار است. این هم عوامل سازنده قواعد حقوقی. بحث بعد هدف از حقوقه. حالا برای چی ما حقوق میخونیم؟ برای چی تدریس میکنیم؟ قوه قضاییه برای چی تشکیل میشود؟ هدف از حقوق چی؟
دو هدف عمده حقوق داره. یک، تأمین نظم و امنیت. دو، تأمین عدالت. هدف عمده حقوق عمدتاً یکی از این دو هدفه. یک، تأمین عدالت. دو، تأمین امنیت. افرادی که اومدن هدف تأمین عدالت رو بیشتر ترجیح دادن و بهش پر و پا دادن، آمدن مبنای اصالت فرد رو انتخاب کردن. افرادی که آمدن مبنای تأمین عدالت رو بیشتر